پایه چهارمضرابی ساده شماره 2. در میزانهای ساده وقتی ما از یک نوت چنگ و دو تا نوت دولاچنگ استفاده کنیم به عنوان نمونه، میتونیم این پایه رو بسازیم. انگار 1 2 و 1 2 و به صورت راست چپ. پایه زیاد در تار و ستار اجرا میشه. به عنوان نمونه در تمرین حرکت در کتاب ابتدایی استاد حسین علیزاده به کار رفته.